خانمه کی، هر عروسه کی، هر کمپیره کی برای موسفیدا. حالا بسیاری کمپیرها از 50-60 بالا شدن، جاگشان از موسفیداشان جدا میکنن. بیچاره موسفید دیگه اشتیام داشته باشه نمیمونش پیش آمده. روی این کمپیرها سیامش کجا. پیغمبر خدا چی بگن؟ هر ایاله 5 وقت نماز چه بخوانه، رمضان مبارک روزش گیره، شوهرش احترام کنه و دوست داره، نسبت شوهرش فرمان بردار باشه، مطیع باشه. خداوند میگه روز قیامت این خانم که بیا از کدام دری از درهای جنت میخواهی بهشت درا. ببین خواهرای عزیز، مادرای عزیز، کلینای عزیز، بهشت در آمدن شما زنها وابسته به راضی شوهراتان است. لایکی